السلام علیکم دوستان عزیز، آزادی خواهان رای حق. مراجعت رهبر سازمان سیاسی گروه 24 به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و تشکیلات‌های غیر دولتی و حامیان حقوق بشر و مخصوصاً به جامعه تاجیکستان. سازمان سیاسی گروه 24 یک سازمان سیاسی بوده بهر برقرار ساختن عدالت اجتماعی و ساختن واقعاً یک حکومت دموکراتی و مردم سالاری در تاجیکستان تلاش خواهد کرد. سازمان سیاسی گروه 24 بهر بیرون آوردن تاجیکستان از بنبست کمیونیکاسیونی، تامین امنیت آذوقه‌واری و انرژتیکی در تاجیکستان تلاش خواهد ورزید و برقرار خواهیم کرد. سازمان سیاسی گروه 24 بهر سازندگی و آبادکاری و گلگوشگوفی وطن محبوب ما تاجیکستان تمام چاره‌های نظررس را پیاده خواهد کرد که بهر بهبود ساختن وضع زندگی و برای هر یک شهروند شرایط ارزنده فراهم خواهیم آورد. و امروز تمام تلاش‌های ما بهر بنیادسازی و بهر بهتر ورزیدن زیست و زندگی مردم در تاجیکستان است. و امروز حکومت تاجیکستان گرچند که ما را گروه‌های افراطگرا و سازمان‌های افراطگرا می‌خواند و در اصل ما چنین نیستیم. تمام آشکارسازی‌ها و فاحش‌سازی‌ها و کمبودات و دزدی و غارتگری خانواده رحمانوف که امروز ما آشکار می‌کنیم، این ایرادها و این غارتگری‌های خانواده رحمانوف را که ما سخن می‌گوییم، به خاطر این ما را همچون یک گروه افراطگرا می‌گویند و در اصل ما گروه سازنده، آبادکار و مرکزگرا هستیم. در حکومت امام علی رحمانوف یک عده اوباشان، تروریستان، قاتلان، نشه جلابان، تروریست ها و اکستریمیست ها در نقاب دموکراسی امروز حکومت میکنند و مردم مظلوم تاجیکستان از رفتار و کردارهای تروریست و اکستریمیست امام علی رحمانوف به تنگ آمده است. و چگونه ای که امروز همگان ما و شما شاهد هستیم که روز 5 مارس سال 2015 در جمهوری ترکیه در شهر استانبول رهبر سازمان سیاسی گروه 24 از جانب یک گروه که از سفارش دهندگان این گروه از تاجیکستان است به قتل رسانیده می شود. همه ما و شما می دانیم که 2 مراتبه حکومت تروریست و اکستریمیست امام علی رحمانوف تلاشا برای استرداد کردن عمر علی قوتوف از جمهوری ترکیه و امارات متحده عرب کرده بود و در درخواستایش جواب رد گرفته بود و بنابر همین سفارش دهنده اساسی این قتل، کشتار و تروری که با اهل و بیت خانواده عمر قوت را میخواستند از بین ببرند، برای تمام جامعه دوباره اثبات کرد که حکومت رحمانوف یک حکومت اکستریمیست و تروریست است. این تروریست است که برای قتل، کشتار کودکان و زهرآلود ساختن اهل بیت عمر علی قوت دست داشتند. همگان ما و شما میدانیم چگونه مقامات داران حکومت رحمانوف به جان عمر علی قوتوف تهدیدها میکردند و امروز ما قربانی تروریسم گشتیم. ما از جامعه جهانی دعوت به عمل میاریم که بهری از بین بردن این ظهورات نامطلوب و تروریسم و اکستریمیسم در بر مردم تاجیکستان یک جا شده در مقابل این سازمانی که امروز در نقاب دموکراسی در تاجیکستان حکومت میکند مبارزه بریم و تا اینکه دیگر حکومت ها دست به چون ترور مردم و افراطگرای مردم جلب نشوند. امروز در تاجیکستان برای اعتقاد دینی مردم سرکوب کرده می شوند. آزادی و حقوق فطری انسان دخل ناپذیر است. از جانب حکومت مخصوصا دخالت کرده می شود. به جانب مردم با قانونهای نانوشته خود تطبیق می سازند که ضدیت به تمام صنعت‌های نیروی حقوقی بین المللی می کند. امروز همگان ما و شما میدانیم که وضع حقوقی شهروندان روز تا روز به شدت به پایان رفته ایستاده است و از جانب
بازداشت شدگان از جانب مقامات حفظ حقوق به شدید شکنجه شده. بسیار افراد در حالت تفتیشات جان به هلاکت می‌دهند. در قلمرو جمهوری تاجیکستان تمام منصب‌های دولتی و وظیفه‌های کلیدی در دست خانواده و فرزندان امام علی رحمانوف قرار دارد. حکومت تاجیکستان را به یک حکومت اولادی و خویشتباری تبدیل داده‌اند و محض همین اولاد بازی و خویشتبار بازی باعث بالا رفتن رشوت و فساد اداری در تاجیکستان گردیده است و محض با همین طریق و واسطه مبلغ‌های بودجه دولت از جیب مردم بیرون کرده می شود و محض با همین راه و واسطه ده ها جنایت هایی که از جانب خانواده رحمانوف صادر کرده می شود و از قبیل کشتار و غارت چپاول مردم از جانب این اولاد که در امروز در وظیفه های کلیدی جابجا شده اند روی پوش می شود و محض همین حالت ها مردم تاجیکستان را سخت نگران کرده است و محض همین حالت ها مردم تاجیکستان را وادار ساخته است که امروز دست به یک انقلاب سراسری در قلمرو تاجیکستان بزنند. امروز در قلمرو جمهوری تاجیکستان پس بودن سطح تعلیم و تربیه و از مکاتب‌های میانه تا دانشگاه و دانشکده‌ها و پایان بودن سطح خدمت رسانی طبی و سری وقت نرساندن خدمت‌های بپول طبی برای میوبان و بیچارگان و مردم کم بی‌زاعت رسانیده نمی شود و در قلمرو جمهوری تاجیکستان نبودن جایهای کاری و ناچیز بودن حقوق بازنشینندگان و ناچیز بودن حقوق مزد مهنت خدمتچیان دولتی مردم تاجیکستان را سخت نگران کرده است. تا امروز در قلمرو جمهوری تاجیکستان هیچ یک انتخابات شفاف و دموکراتی نگذشته است. حکومت امام علی رحمانوف برای گذراندن انتخابات شفاف و دموکراتی اجازت نخواهد داد. انتخابات های تاجیکستان چون یک مضحکه، چون یک برنامه پیش از انتخاباتی تعریض شده است و امروز تمام دستگاه های حاکمیت اجراییه و قانونگذار سعودی مبدل به یک دستگاه عملیگردانی آرزوهای خانواده و خویشاوندان رحمانوف گشته‌اند. امروز حاکمیت دولت پوره از جانب خانواده رحمانوف غصب شده است و چگونه ای که دلش خواهد بالای مردم امر و فرمان ها می‌دهد. و خلاص امروز مردم تاجیکستان خیلی در این حالت ناگوار قرار دارند و گرچند که حکومت امام علی رحمانوف امروز بسن یا آن گروه یا حرکت یا آن گروه حرکتی که بر مخالف عمل کرده های رحمانوف سخن میراند یا به گروه اکستریمیستی یا گروه تروریستی تمغه زده می شود. امروز مردم جوانان تاجیکستان و مردم شریف سربلند تاجیکستان برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و سیاسی در قلمرو تاجیکستان تلاش خواهند ورزید. ما در روزهای نچندان دور برای گذراندن یک انقلاب سرتاسری در قلمرو جمهوری تاجیکستان آمادگی میگیریم. از تمام جامعه جهانی و حامیان حقوق بشر خواهش کرده می شود که در این انقلاب که ما در نظر داریم در حوزه‌های نزدیک درباره مردم و ملت مظلوم تاجیکستان باشند، چون دیگر برای همگان معلوم است 10 اکتبر سال 2014 هنگامی که به یک گردهمایی سرتاسری دعوت کرده بوده رحمانوف از دراق و اسلحه سلاح استفاده بردند. تمام شاخه‌های سودی و مقامات های حفظ حقوق را بر ضد ما برانگیختند و مقصد از آن تمام وسایط اخبار عامه همچون یک گروه اکستریمیستی اعلام شدن از جانب دادگاه عالی این معنای آن دارد که حکومت امام علی هیچگاه نمیخواهد که با یک راه دموکراتی تغییر دهد. بنابر همین از شما خواهش میکنیم که در این روزهای سخت درباره مردم مظلوم تاجیکستان باشد و از حقوق مردم شریف تاجیکستان حمایت کنید. مقصدهای ما رسیدن به یک جامعه دموکراتی و زندگی ارزنده مردم تاجیکستان است. ان شاء الله امیدواریم که صدای و درد مردم تاجیکستان را شنیده باشید.